میکروفونتون سلام میگیرونه؟ علیکم صبح. علیکم و سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مرا میشنوید صبح؟ بفرمایید. بخشش ما در مکه قرار داریم صبح. روزگار در همین گسیلتر و کیسیم سفر کردیم. یک دو سوالم هم بود صبح اجازه باشد بفرمایید. بفرمایید. وزمو دو روز دیگر با وایش در همین مکه هیمو و دو روز پرواز داریم با تاجیکستان. همین چیکار میشه گفتیم نشد اتفاقش روزی که ما مثال در هوای میپریم مثال آخه کلمه شو مثلا جای اساسیش به قول بعضی جای جنگش اند و رفت آخر دهه آخر رمضان با آدمو برای چی حرام میبیاد؟ برای همین اعتکافش شده میبیاد آخر. بلیتمون هم خیلی درست گفت. حرکت کنیتون قبول میشه باشه اکم. بله، الله تعالی در تمام دنیا هست. الله تعالی فقط در مکه نیست برادر، لیکن برای همین بقعه یک ثواب خاص، یک مزیه، یک چیزی خاص داده است الله تعالی، یک فضیلتی خاص داده است که یک رکعت نمازتون 100,000 رکعت. بعضی علما میگن دیگر عمل‌های هم 100,000 مراتب اجر دارد. بنابراین بسیار خوب است، مشقتش هم زیاد است، اجرش هم بسیار است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ثوابکی علی قدر نسبکی، ثوابت به قدر مشقتت گفتن به حضرت عایشه رضی الله عنها. انا ببینید در حرم یک رکعت نماز خوندن 100,000 رکعت، لیکن به آسانی نمیشد. از همون مهمان خانتون تا حرم چند ساعت بمیرسید؟ از همین روی صحنه حرم گاه 1 ساعت با آدم داخل حرم میدارد یا نمیدارد؟ محکم میکند درون پر میگو دیگه در آمده نمیتونید. مشقت است. یک طهارت کردن 1 ساعت زاید وقت میگیرد. برای چی؟ برای اونکه اجری عظیم دارد. بنابراین برادرایی که در مکه هستید غنیمت دانید این شب و روزا رو. شاید دیگه آینده سفر کردن نمیتونید، شاید آینده امکان پیدا نمیشه، شاید آینده هستید نیستید. امروز که الله تعالی شما رو به همین جاها مناسب دیده است، بسیار کوشش کنید در حق عموم مسلمان ها هم دعا کنید. اینقدر افطار و سحرخوری و این چیزا که عمرتون رو نگذارید رفته در نوبت ها ایستاده اوقات نخرید. همون یاد خرمای و آب و چیه چیزی که الله تعالی در این حرم به درآورده است همون کدی قناعت کنید و وقتتون در بیرون ضایع نکنید. در داخل حرم شینیتون برادرها، خواهرای عزیز، کسایی رفتیتون این 10 شبانه روز غنیمت دانیتون، از حاضر توبه کنیتون به گناه های متقدم، در ایتون اعتکاف شینیتون. کسی مثال اعتکاف نشسته نتونست به یگان عذر اینو به خدمت کنیتون. برادران وضعیت مسلمان ها خیلی خراب است در تمام کشورهای دنیا. شاید یگان نفری شما دعاتون قبول شود. کوشش کنید این دهه غنیمت دانید. بله.